بسم الله الرحمن الرحیم. رسول الله فرمودند من مات ولم یعرف امام زمانه، هر که بمیره و امام زمانشو نشناسه مرده است، مردن مردم زمان جاهلیت. امام زمان وقتی میاد دو تا سفره است، یک جمع میکنه یه سفره پهن میکنه. سفره ظلم و جنایت و بداخلاقی و زشتی و پستی و گناه و معصیت و نافرمانی رو جمع میکنه. سفره عدل و عدالت و پاکی و اخلاق و تقوا رو پهن میکنه. 12 امام، ریترن آف 12 امام، بازگشت امام 12. داره هشدار میده مردم رو. کسی نره، یعنی قدم بر نداره در حاجت بدیعی خدا، من مجبورش میکنم مفتکی به دشمن خدا بره خدمت کنه. آقا جان تو خودت میتونی زندگی کردن تو این زمانه سخته، تو این خیابونا راه رفتن سخته، اما من به خاطر تو چشمو دردش میکنم، به خاطر تو رشوه رو نمیگیرم، کمکم کن. خیابونا راه رفتن سخته. چقدر تصمیم گرفتی به خاطر امام زمانت گناهو بذاری کنار؟ به همون اندازه اعتقاد به امام زمان داری. چقدر تصمیم گرفتی بدیاتو کم کنی؟ به همون اندازه تصمیمت اعتقاد منشی داری. به تعداد دانود بخوندنت نیست، به تعداد عجل ولی گلبلد گفتنت نیست، به تعداد دانود به نمیدونم چند کلام رفتنت نیست. آقای امام زمان با حضرت و تا چند تا حضرت اللهم عجل ولی چند فرد. تعداد صداهایی که در این اپلیکیشن میشنوید قابل شمارش نیستند. 12 سوپر اپلیکیشن جامعه مهدویت.